علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوال کردن اگر در سفر نمازهای سنت را نخوانیم و همچنین نماز وتر و سنت صبح حکمش چیست؟ ببینید پیامبر صلی الله علیه و آله در سفر نمازهای سنت نمیخواندن به غیر از وتر و سنت صبح. این دوتا باز میخواندن. لحاظا ما در سفر که هستیم پس سنت ها نمیخوانیم الا سنت صبح و وتر. و همچنین گفتند که فرق وتر و سنت صبح با دیگر سنت های نمازها در چیست؟ فرقیه که اینا تأکید زیادتره. تأکید سنت صبح و وتر نسبت به دیگر سنت ها خیلی بیشتره، به اندازه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و آله چی در سفر چی در حضر وقتی در خانه خود بودن هیچ وقت این دو سنت ترک نمی‌کردن، در حالی که اون سنت های دیگر در سفر ترک می‌کردن. پس اهمیت این دو نماز